سلام و درود خدمت دوستای عزیزم. خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. دوباره اومدم یه سایت هوش مصنوعی عالی رو بهتون معرفی کنم. من این سایت خودم تازه پیدا کردم، باش کار کردم. یه سایت محشره. اومدیم که عکسای دو بعدیمون رو تبدیل به عکسای سه بعدی بکنیم، عکسامون رو متحرک کنیم. در ادامه چند تا از عکسایی که با همین سایت ساختم رو بهتون نشون میدم. با ادامه ویدیو همراه باشین. الان سه نمونه از عکسایی که خودم ساختم رو بهتون نشون میدم، بعد میریم سراغ آموزش سایت. خب بریم سراغ سایتمون. اولین کاری که باید انجام بدیم داخل سایت ثبت نام کنیم. دکمه ساین این رو میزنیم، منتظر میمونیم تا پنجره ثبت نام برامون باز بشه. اگه قبلا اکانتی ساخته باشین اینجا میتونین ایمیل پسوردش رو بزنیم و وارد اکانتتون بشین. اگه نداشتیم از پایین کریت اکانت رو میزنیم و یه اکانت جدید باز میکنیم. ساده ترین راهش از اینجا ساین این ویت گوگل هست، میزنیم و با جیمیلمون ساین این میکنیم. خب بعد اینکه ثبت نام با موفقیت انجام شد یه همچین صفحه‌ای باز میشه. از پایین گزینه علاوه رو میزنیم و عکسمون رو انتخاب میکنیم. من واسه این پروژه از عکس عطر استفاده میکنم که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، یعنی میتونیم واسه تبلیغ محصولاتتون هم از این روش استفاده کنیم. من واسه این پروژه از عکس عطر استفاده میکنم. شما هر عکس دیگه‌ای که خواستین میتونید استفاده کنید، حتی عکس خودتون هم میتونید استفاده کنید. خب بریم سراغ تنظیمات سایت. اولین گزینه ما گزینه اسپید هستش. همونطور که داریم میبینیم با تغییرش سرعت حرکت عکسمون داره تغییر میکنه. خب گزینه دوم انیمیشن استایل هستش. با این گزینه میتونیم حرکت عکسمون رو تغییر بدیم به صورت افقی، عمودی، دایره‌ای. بسته به سلیقه خودتون میتونید حرکت عکستون رو انتخاب کنید. خب گزینه سوم اماونت موشن هستش. با این گزینه میتونیم شدت حرکت عکسمون رو تغییر بدیم. گزینه اول سرعت بود ولی گزینه سوم شدت هستش. گزینه چهارم فوکس پوینت هستش. با این گزینه ما میتونیم نقطه فوکوس عکسمون رو تغییر بدیم و حرکتمون رو نسبت به اون تنظیم کنیم. خب میرسیم به گزینه آخر. تو این گزینه میتونیم حاشیه‌های دور سوژه‌مون رو بیشتر کنیم. اگه به فیلم خوب دقت کنیم من هر چقدر این عدد رو بیشتر میکنم حاشیه‌های سوژه‌م بیشتر میشه. خب یه مرحله به عقب برمیگردم، میخوام یه عکس جدیدی رو بیارم. خب من تمام گزینه‌های مربوط به عکس رو بهتون گفتم، فقط یه گزینه سیو مونده. دو تا عکس ما هم دیگه بسازیم و بریم سراغ سیو کردن این ویدیوها.
بار میخوام یه عکسی رو انتخاب کنم که تو ویدیوهای هوش مصنوعی متن و تصویر ساخته بودمش. اگه اون ویدیو رو ندیدین الان بالای تصویر براتون نمایش داده میشه، میتونین روش کلیک کنین و برین اون ویدیو رو هم تماشا کنین. لینکش رو تو دیسکریپشن همین ویدیو هم قرار میدم. خب یه مرحله به عقب برمیگردیم. اینجا گزینه شیر رو میزنیم و فرمت MP4 رو انتخاب میکنیم. فرمت گیف هم داره، زیاد تعریفی نیست. ما فرمت MP4 رو انتخاب میکنیم و اینجا گزینه سیو رو میزنیم. به همین راحتی میتونیم ویدیومون رو سیو کنیم. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که به کارتون بیاد. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی بدرود.